بالاخره کمکی که ترامپ وعده داده بود عملیاتی شد. نام عملیات خشم حماسی. ترامپ گفته این یک فرصت تاریخی برای آزادی است. به سپاه پاسداران هشدار داده یا سلاح‌ها رو زمین بذارید یا با پیامدهای سنگینش روبرو میشید. اسرائیل هم اعلام کرده این حملات از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و با هماهنگی آمریکا اجرایی شده است. موج اول مراکز قدرت را هدف قرار داد. پاستور، نقاط اساس حکومتی، بخش‌های کلیدی تهران و چندین شهر دیگر. چندین مقام ارشد از جمله چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران در این حملات کشته شدند. در مقابل کشورهای منطقه و اسرائیل مورد اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتند. نتانیاهو گفته شرایطی ایجاد شده تا مردم ایران خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. پیام روشنه. بازدارندگی ادعای جمهوری اسلامی فرو ریخته. توازن قوا با سرعت در حال جابجایی. ساختار قدرت تحت فشار بی سابقه قرار گرفته. شاهزاده رضا پهلوی خواستار اتحاد مردم شده. از نظامیان خواسته تا در کنار ملت بایستن. آزادی خیلی نزدیکتر از اونیه که حس میشه. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی هم گفتن در خانه ها بمانید، از خودتون مراقبت کنید، یادتون نره که کار اصلی رو شما مردم ایران انجام میدید. اون لحظه تاریخی رو شما رقم میزنید، لحظه‌ای که خیلی نزدیکه. پس متحد و استوار و مبارز بمانید برای بازپسگیری کشورمون ایران. حول یک پرچم و یک شعار: پاینده ایران و جاوید شاه.